حتما شما هم براتون سواله که چرا مصرف سوخت هر خودرویی توی شهر بیشتر از اتوبان و جاده است. اولین جوابایی که به ذهن میرسه اینه که در داخل شهر توقف و حرکت بیشتره. ایستادن پشت چراغ قرمز در شهر بیشتر اتفاق میفته، دور موتور دائم در حال تغییره و استفاده از کولر هم بیشتر هست. در نتیجه فشار بیشتری روی موتور میاد و مصرف سوخت بیشتر میشه. اما این تمام ماجرا نیست و جواب واقعی این سوال یه نکته ریز و زیرکانه داره که شاید در نگاه اول چندان به چشم نیاد. توی این ویدیو دلیل اصلی افزایش مصرف سوخت در داخل شهر و کم شدن مصرف سوخت در اتوبان و خارج شهر رو توضیح میدیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیم رو از دست ندید. هر شب سیاهی فکری کوبد، من از حجم عظیم این همه آقا میترسم. قبل از اینکه بخوایم به توضیح جواب اصلی برسیم، یه نگاه کوتاه بندازیم به این که مصرف سوخت چطور اندازه‌گیری میشه. مصرف سوختی که برای خودروها اعلام میشه بر مبنای لیتر در 100 کیلومتر هست. یعنی اگه با اون خودرو به پمپ بنزین بریم و باکش رو پر از سوخت کنیم و باهاش 100 کیلومتر رانندگی کنیم و دوباره به پمپ بنزین بریم و باک رو پر کنیم، مقدار مصرف سوخت به دست میاد که با عدد اعلام شده توسط سازنده باید تقریباً یکی باشه. اما اکثر اوقات اینطور نیست. بخش زیادی از این خطا به خاطر تخیلی بودن واحد اندازه‌گیری مصرف سوخت، یعنی لیتر بر 100 کیلومتر هست. در واقع این واحد کاری نداره که مسیر 100 کیلومتری توی 1 ساعت طی شده یا 3 ساعت توی ترافیک زمان برده. یه خودرو بسته به دور موتور و فشاری که روش هست به ازای هر بار چرخش میلنگ یا دور موتور مقدار متفاوتی سوخت مصرف میکنه که این مقدار توسط ECU کنترل میشه و از اونجایی که واحد سنجش دور موتور دور در دقیقه هست، میشه مصرف سوخت رو بر حسب لیتر بر دقیقه هم اندازه گیری کرد و میشه گفت که اگر یک موتور با فرض ثابت بودن دور و مقدار باز بودن دریچه گاز 1 ساعت کار کنه و 1 لیتر سوخت مصرف کنه، همون موتور توی 3 ساعت 3 لیتر سوخت مصرف میکنه. پس هر چقدر یک موتور زمان بیشتری کار کنه، مصرف سوختش بیشتر میشه. تفاوت اصلی رانندگی در شهر و در اتوبان مقدار زمانی هست که صرف میشه تا 100 کیلومتر طی بشه. برای طی کردن 100 کیلومتر مسیر در شهر حتی ممکنه به خاطر ترافیک زیاد 2 تا 3 ساعت هم زمان ببره. اما طی کردن 100 کیلومتر در جاده بدون ترافیک میتونه کمتر از 1 ساعت هم زمان ببره. اگه بخوایم یه مثال واقعی بزنیم، یک مسیر درون شهری از باغ پرندگان تا پارک چیتگر که 33 کیلومتر راه هست 36 دقیقه زمان میبره. یعنی طی کردن 100 کیلومتر مسیر درون شهری مثل همین مسیر حدود 1 ساعت و 32 دقیقه زمان میبره، در صورتی که همین 100 کیلومتر در اتوبان تهران قم 57 دقیقه زمان میبره. یعنی رانندگی در شهر 60% نسبت به خارج شهر زمان بیشتری میبره. علاوه بر این در داخل شهر به خاطر ایستادن و شروع مجدد به حرکت فشار بیشتری نسبت به رانندگی در جاده به موتور خودرو میاد. در نتیجه نه تنها زمان استفاده از موتور بیشتر میشه، بلکه خود موتور هم در هر ساعت مصرف سوخت بالاتری داره. پس دلیل اصلی افزایش مصرف سوخت در شهر زمان بیشتر سفر هست و میشه گفت اگر یک خودرو
مثل پراید در خارج شهر 5.6 لیتر در 100 کیلومتر مصرف سوخت داشته باشه، در داخل شهر حداقل 60% سوخت بیشتری به خاطر زمان طولانی تری که روشن هست داره. یعنی از پراید انتظار میره که با توجه به مصرف سوخت جاده‌ای که داره، در داخل شهر حداقل 9 لیتر در 100 کیلومتر مصرف سوخت داشته باشه که نزدیک عدد اعلام شده است. برای تماشای این ویدیو از شما ممنونم. روز خوبی داشته باشید.